سفر در آغوش کوهستان یک اسرار دارد. آن را نفری درک میکند که به اینجا تشریف میارد. ضمن سفر به یکی از گوشه های زیبا منظر کشورمان، جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز، نوابسته از کمی مشکلی راه داشتن، حلاوت آن هم از زیبایی های طبیعت وطنمان خستگی و دشواری را زود رفع میکرد. هر لحظه احساس کرده میشد که در حقیقت منطقه سحرانگیز و افسانه‌ای است. پیش وقت همه گاو صغرینش خمک میکردن. قدی کلوبنده ماهی اکتبر کاری میکنن، ماهی این ماینده میفرده بدرن. ما برای زمین زور بودنش اینا که ماهی مای خلا کردیم. نو سوزا برومه دستک برای همین زمین زوره. برای همین صغرینی یعنی که زمینه. اینا مثال یک میگه صغرینی گاو فاربی های یا کی سوسه همین با همین خاطری زمین سختی بقوت بدنش. اینا ببین که حاضر لوبو جوی را نگاه نیست غلا همین قدر برمده است. اکنون این خودی همین مرکزی که حاضر ما نشستیم همین دههای قلعه نام دارد. قلعه این زمان اینجا قلعه بوده است و در اصل اکنون این صغیردشت مفهوم نهایت کلان است که چون که در اینجا قریب در زمان شوروی قریب 33 دهه رو پیوست میکرد و اکنون هم حاضر بیش از تگ 20 دهه به همین منطقه پیوستی تگی دارد و فرض کردیم که از خود مرغه، قلعه حسین لنگرو تا با کلمبه ها این همش رو که در عموم صغیردشت میگویند و معنای صغیردشت در لغت این چی میگن دشتی خرد، صغیر دشت و باز در شکل دیگر این رو بیان کردن که صغیردشت این معنای صغرین دشت یعنی جای نهایت فربهی زمین. حال هم این ما روزمون با همین چروک زروندستیم. همین علف همین ریم خیلی چند اینی که همین زمینستانش درست تره. های ماه نویابر برف میزنه تا این همین ماه ماه که اینا ببین که تیپ های موهالی هم برف دارد. اگر که همین علف ها بسرطه نداریم نمیرد. مالی مایدر تا اپریل مالی کلون شاخداری کلون اپریل هم انا چی میتین او خود میتین. وزیر بعد مال هم غیر از گوایی که گویا که شیر دارند جوشک هستند میجوشند یا را اینجا نوبتی پاده میروند دیگرش همو بچه ها تشکیل میکنند 3 کسه 5 کسه یا مال میبره در عدیر همونجا میمونه اینجا در قسلاق وای نمیکنه چون که اینجا باشند در سبزی میدره در سبزکاری و مردم اقام میتیه و بعد علف ذخیره میشه و خوب علف اینجا بسیار آدما میدروند باز زیادش میفروشند. اینجا هر کوه و کمر، چشمه جویبار و گل و گیاه تاریخ به خود خاص را دارد. رود و دریاچه های شوخش از دل کوه ها به پایان جاری می شود و از حقیقت این زیبایی ها قصه می کند. شرایط هایی که امروز در بین ما هست در یکم گوشه دنیای تمیست. من خیلی بسیار وقت من در سیاست دولت هم بودم 36 سال حسابچی جماعت بودم خدمتچی دولتی بودم رفتم به 7 دولت دنیا گشتگیم همه خیل ترقیات همه خیل افزایش همه خیل زندگی همه خیل دارایی که در همین تاجیکستان است در همین 7 دولتی رفتگیم دیدگی نیست یک روز نیم رو استادگی پرسیدگی با آدم ها صحبت کردگی. در درآمدگاه جماعت چشمه نقره جایگیر است. از طریق پیدایش چشمه باشندگان محل یاد ندارند. این از آن درک می‌دهد که چشمه عصرها در خدمت مردم ده و هزاران راهگذران قرار دارد.
болоҳои мо ҳама шебарай камчо ис сари оғ мегем ай сари оғ ҳам ҳамаш камчай ина як даштигар мегем ана ӯ ҳамта камдора ҳамаи ми чашмаҳои мо хунук ина инҷа чишмаи ана нақра мегем лӯбои мошина обва меҷӯшонанд дар мошин мерезанд не ки ҳамин чишмаи нақраи мо чунон шифобахше ҳаст ки бе ягон ноҷӯшонда дар аккумулятор мерезиш ина чишмаҳои хуб надорад мулки хуб аст ин чашмаи нуқра дар аввали дар ҳамун қисмати аввали поёни қишлоқ ҷойгир аст ва чун пештара қишлоқ ҳамун деҳаи сағирдаш умуман хур буд дар замоне ки ниҳоят агар ки аз ҳамун роҳи марказие ки аз сағирдаш мегузарад деҳа аз ҳамон ҷо поён буд ва ин чашма ин нуқра акн шояд аз шаффофии об бошад шояд аз чӣ бошад ки гӯё характери ҳалкунанда дорад ҳамин чашма ҳар нафаре ки аз ин макон мегузарад лаҳзаи инҷо боз меистоду аз оби чашма ташнагии худро мешиканад. Аз нақли сокинони ҷамоат зимни тадқиқоти олимон оби чашма аз лиҳози экологиву тавонбахшӣ яке аз беҳтарин чашмаҳо ҳисобида шудааст. ина инҷа чишмаи талхак мегем ина пешориму инами обе ки меояд ай ҳамин чишма меояд шуртоқай барои чандта хоришчаҳо фоида дорад агар ҳамун лойлақаша мегирӣ мемолӣ ширинча пешта мегуфтанд ҳамун ширинчаву ҳамун хоришҳоро мегирӣ чӣ мекунӣ мешакӣ та дидӣ мунӣ агар ҳамин чӣ авқоте ки бихӯрӣ ҳазм мекунад ва ягон зарар надорад на ба гулун зарар дорад на ба рӯда зарар бисёр оби пок аст ҳатто аз шаҳр онҳое ки дар сағирдаш замони зиндагӣ карданд баъзан барои беморон онҳо хай пеш аз ҳамун ягон кас биёяд мегӯянд ки аз ҳамун чашмаи нуқра ба мо як об гирифта биёр ман ҳам ба ҳамун чун ҳам ҳар фарди ҳамин деҳа ба ҳамун шифобахшии ҳамин чашма ихлос дорам ва гумон мекунам ки беҳтарин об дар ҳамин минтақа аст. дар маркази ҷамоати деҳоти сағирдаш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо буридани лентаи рамзӣ соли 2016 варзишгоҳи Карон Аренаро барои 400 ҷойи нишаст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. имрӯз варзишгарони ноҳия барои чунин ғамхории арзанда баҳри ҷавонони ноҳия ва тарғиби тарзи ҳаёти солим изҳори сипосу миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурӣ баён медоранд. аз номи ҷавононе ки дар ин майдончаи варзишӣ футбол яъне мусобиқаи варзишӣ карда истоданд миннатдории худамонро бар ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои миллат мерасонем ки барои мо ҷавонон дар яке аз деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти сағирдаш чунин майдончаи варзиширо бо тарзи шароитҳои замонавӣ муҳайё намуданд ва мо ҷавонон кӯшиш ба он медиҳем ки дар бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам мусобиқаи варзиширо идома дода барои мусобиқаҳо байни деҳотҳо сарбозон мусобиқаҳои варзишӣ ташкил диҳем. Айни ҳол мо дар майдончаи варзишӣ ҷамоати деҳоти сағирдаш мусобиқа карда истодаем. ҳозир ҳамин қадои магазинонда як магазин буд майда ҳозир мебиниш ҳама этажа қадо раҳанда магазин чизе ки фора ҳамаш ҳаст шароит уно боз карде сандак стадиони калон рӯпӯш мактаби уна этажа шидеса ҳастад хонам таронаи дил ман бо навои ваҳдат хоҳам баланд гардад ҳар ҷо садои ваҳдат гарду ғубор ҳаргиз дар осмон набинам гирам нафас ҳамеша ман аз ҳавои ваҳдат чун дар арафаи 30-солагии истиқлолият қарор дорем ҷамоати деҳоти сағирдашт аз солҳои 1991 то ин ҷониб бисёр навгониҳоро сазовор гардид ҳоло бошад ба арафаи ба муносибати 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон муассисаи нави замонавӣ муассисаи нави таълимии сеошиёна бо толори варзишии нав сохта истодааст инчунин ҷамоати нав сохта истодааст ва насиб бошад ба муносибати 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон онҳоро сохта ба истифода медиҳад. шукрона аз он мекунем ки имрӯз мо дар фазои озод дорои мана стадиони боҳашамат дорои мана ин фабрикаи калони
روزندگی دورای من مکتب های نو این چنین ساختمان های عظیمی که در خواجگی های همین دیه به سبب همین آزادی به سبب همین استقلالیت و همین سبب ها آدم آزادانه ترقیات من خواجگی داری خود رو پرورش مثال گندم جو زنبور عسل همین چیزها روز تا روز رشد کرده ایستادند. از قدیم الایام بانوان به هنر بافندگی مراغ ظاهر می نمودند و برای اهل خانواده در موسم سرما لباسی گرم آماده می کردند. امروز نیز این عنعنه در جماعت دهات صغیردشت ناحیه دروازه ادامه دارد. تعداد زیادی بانوان فریفته این هنر اجدادی گردیدند. از بس که در منطقه های کوهستان زمستان خیلی سرد سپری می شود، بانوان از حالا به بافتن لباس پشمین مشغول می شوند تا این موسم را راحت گذرانند. گاو مال و کاری گولک خونه و هم طریقتی نخدارش که تا امروز رسیدیم، فرزندارا کلان کردیم، صاحب علم شو کردیم، هزار بار شکر خدای نشوشو دادیم، همه کاری زنکی را در محسیس های دولتی کارگر شو کردیم. حاضر خدمو حاضرندش به کار در دولتی ها میخره میگردیم میکنی گولک تا میپوشونی و در زندگی در کار شوه میفروشیش روز تا میبری و در کارشی به گولک تا میکنی به خط تا میکنی در عروسا میکنی. هنر امید زنک باید همه طرفه همه هنر داشته باشه، علم نیکی داشته باشن باید کاری امتری را بکنن. نبیره چاره نشو داده استم حاضر مشق کرده استادن مهره میکشن، یکو بار جوراب میبافن، گلدوزی میدوزن مکتبه و تربیت جسمانی را. سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جماعت صغیردشت تشریف آوردند و به مناسبت تشریف آوردن آن کس ما صاحب یک کارخانه دویزندگی با نام اختر مهر گردیدیم که مینداری خودمان را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان میکنیم، چون که بانوان ما صاحب یک کارخانه دویزندگی زمانوی گردیدند. البته پیش این خیلی شرایط نبود، حالا صاحب 50 جای کاری نشست هست که بانوان از آن استفاده میبرند. دولتخانه میرزایی و دختران و نبیره های خود را گیردش جمع کرده به احیای هنرهای بافندگی جلب نموده است. مسئول دسترنج آنها گردنبند، کلاه، ژمپر و جوراب، دستپوشک و دیگر لباس های بافندگی بود که خیلی ماهرانه انجام داده شده است. آنها بیشتر از ریشه های استحصال خودی که از پشم گوسفند میرسند آماده میکنند. در برابر این از ریشه های سینتتیکی نیز استفاده میبرند. باید کمی هنر خودم فرزندام یاد گیرن، بعد یا نوسته ها یاد گیرن. خودم که پیر شدم کور شدم نمیبینم، باید یا باید تشکیلش کنن، ایدس نپرتوانش. رو سرخی آدم هنر باید همه طرفه عورت داشته باشه، همه هنره نون آب داشته باشه، پخت و پز داشته باشه، ششت فریک داشته باشه، گولکش تربیه احساس کنه. البته زنانی ما نسبت هنرمندی اگر سخن رانیم، چون سال 2019 تا سال 2021 سالهای رشد دهات، سالهای سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیدند، زنهای ما در خانه نشسته به همون گل و گلدوزی، جوراب بافی مشغول میشوند و آنها را پیشکش سیاحان میگردانند. سیاحان آنها را خریداری نموده به وطن خودشان تاجیکستان را معرفی مینمایند که زنهای تاجیک نیز همین خیلی هنرهای مردمی را دارا هستند. آچم هنر داشت، ما را نشون داد کاکل بافی را و کاکل راستکنی را و این خیلی قطق بندک های پیشته بدن میکردیم. جوراب بافی را که گولکاتون بافی بپوشونه که عذاب نکشه و نشون مداد. خود ما یاد گرفتیم کردیم، با ایما فرزنده را نشون دادیم که بکنی بچم. های گفته که ما پول میگیریم خرید میکنیم، یک بار خرید یک بار محنتی خودت بکن بای گولک تا شرایط صغیردشت خنکای به جورابی پشمی نمیشه و به ژاکت نمیشه و یک تشه خریدی یک تگه شای خودت استفاده بر. جوراب میبافن، ژمپر میبافن، ژاکت میبافن، شوکالا میبافن به سرای گولکاشونه. با در تابستون در شیر دوغ محنت میکنن، از سبزی و سنگشو محنت میکنن، همه طرفش میکنن.
این بانوی هنرمند میگوید نخستین کار خود را از بافتن لباسهای کودکانه شروع میکنیم. بعد از آموزش همه‌جانبه به ایجاد و بافتن لباسهای کلان میپردازیم. اکنون بانوان به مشکلی برای اهل خانواده‌شان با استفاده از هنر انداخته لباس مطابق به شرایط کوهستان آماده میسازند. ایم چند سالگی بمالی؟ ایم 15-16 سالگیم گم خطا نمیکنم. برای که مای دهکتم اوچه میدادم که جوره باره باف بچم دادرکات خنق میخرن. مهره کارب کش نمالک میدوختیم پیشته بچم. نمالک های دستی. نمالک میداد دوز بای عروسا را بریم توی. میکردم تا خیلی را وقتا خیلی با صحب عقل کشیدم با ای درز دوکه قبیدم. ولی بس کنش نمیتونم. اقا سرم نکی درد کنم یکم بدک کاریگر بکنم. ما سالهای آخر به قسم نظامی حربی لباسهای حربی دوزانده دادیم و برای عروسان باشد از همون کرپه و کرپچه ها میدوزند و آنها میسپارند. خدمت رسانی طبی حفظ با ثمر صحتی ساکنان محل امروز خوب به راه مانده شده است. در بین کارمندان بیمارخانه جماعت دهات صغیردشت اکثر جوانان را واخوردن ممکن است که طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل نموده به کار برگشتند. رقیه دختر چقان و کاردان است. از صحبت با او پی بردن ممکن است که بعد ختم به این مرکز به کار آمده به بیماران خدمت میرساند. من اولا میخواستم که به دانشگاه طبی داخل شوم، اما متاسفانه داخل شدن نتوانستم و به همین اختصاص یعنی در کالج طبی جمهوریوی داخل شدم. بعد از ختم همین کالج میخواهم که در آینده به دانشگاه طبی داخل شده تحصیلم را دوام دهم. البته این باعث افتخار است که از همان سال 2016 به ما امتیاز دادن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 20 کواتا به جماعت دهات صغیردشت همه ساله هدیه می‌نمایند. خوانندگان از آن بهره ور می‌گردند و رفته در دانشگاه و دانشکده‌ها تحصیل خودشان را دوام می‌دهند. مثلا از عائله من 2 نفر دختران خودم در کالج طبی از حساب کوتای پرزیدنتی داخل شدند. ختم نموده در بیمارخانه جماعت صغیردشت کار و فعالیت کردند و بعد از 3 سال کاری آنها صاحب دیپلم ختمی همان کالج طبی گردیدند. غمخوری پدرانه پیشوای ملت که برای ما جوان دختران دهات‌های دوردست کوتاهای پرزیدنتی میفرستند و ما طریق آنها میتوانیم که در دانشگاه و دانشکده‌ها خوانده آمده در اینجا به مردم خدمت خود را نرسانیم و به مردم یاری رسانیم. دو تا 3 تا کواتا جدا کرده میشن. بغیر از اون کوتاهایی در ناحیه جدا کرده عموما برای جماعت دهات صغیردشت دانشجویان به بیمارخانه منطقه‌ای صغیردشت میان در دوام 3-4 سال در همینجا کار میکنن. در دوران صاحب استقلالی با توجه و غمخواری دولت سطح خدمت رسانی طبی بهتر می گردد. نظر به سالهای پیش معرفت اهالی برای نگهداشت سلامتی بهتر گشته است. امروز شماره کارمندان این مرکز سلامتی نسبت به سالهای پیش زیادتر شده است و در این سمت تنقیصی نداریم، میگوید سرطبیب بیمارخانه رستم قاسموف. جماعت دهات صغیردشت که 6000 اهالی می باشند یاری همه روزه میرسونند. غیر از این در بیمارخانه ماشین و یاری های تعجیلی 3 تا که یاری تعجیلی به اهالی جماعت دهات صغیردشت میرسونند. عسل صغیردشت با طعم و لذت خود فرق کننده است. در فصل گرمای تابستان موضع صغیردشت مثل بهار بوده گل و بوته‌های شکوفان دارد. عسل پروران منطقه کوشش دارند که عائله‌های زنبور را باز هم بیشتر نموده بازار منطقه را با عسل خودی تامین نمایند. گیاهای شفابخش صغیردشت نیز در بلندکوه‌های منطقه خیلی زیاد بوده برای تبابت بیماری‌های زیاد مفید ارزیابی می‌گردد. شریف بیک عزیزی در برابر ایجادکاری در خواجگی به زنبوری عسل پروری نیز شوق دارد. خیلی که دیده است زنبوری عسل پروری در عموما منطقه صغیردشت طی 10 سال اخیر خیلی زیاد شد و مردم هم با این کسب نهایت توجه ظاهر کردن و پیشتر زمانی که اینجا سوخات بودن زنبور پروران
بسیار گفتیم نامی انا یک نفرش همراه من نشسته است که بسیار زنبور را در سطح بلندش میفهمد و اکنون همون از روی شرایط چون در اینجا یوغن و یک علف دیگر کروش و همین چیزا اینها همون خصوصیتی طبابتی دارند. اینا یک علف یوغن میگی ایگل یوغن میخوره ایگل مثال سپارتین ایگل تو کروش میخوره هر خیلی علفا که گل میکنن گل که میخورن همه چی میکنن با کارتوشکا پروری خیلی با همون علف گرد آوردن علف و باز اینا خیلی که میبینید در اطراف خانه ما قریب 50 اویله زنبور جابجا شده است. آبادی اکنون خاندان میشود از اکنون مهنت کردن در کار در کجا که باشید مهنت کردن در کار در یگان گفته است که گمان کرد مرده که مرغلان میرود نون قلون میبیاید لیکن در مرغلان هم کار کردن در کار نباشه یگان قلون نون نمیبیاید. اینجا گل اینجا که تمام شد زنبورون خوب با بالاتر میرود در این حال اون وادی ها میگیرن میآیند اونجا یک کچکه میگیرن انا اصلی ماهی مای گفته بعد اینجا با میآیند چند که همی بالا برای اینجا گل گیاه کم میشه خشک میشه بالاتر شکفتگی است. اگر در این پایان بیستی همون بالا هم تا 3 تا 5 کیلومتر تا 7 کیلومتر داش زنبور میرود. یکی خیلی مهنت زیاد کمتر وای میکنه. اینجا گل گیاه که باشه اینجا در میگیره و جمع کردن میگیره. شریف بیگ عزیزی سالهای زیاد اثرهای بدیعی می نویسد که اکثریت در مطبوعات دوری و مجله ها به تب رسیدند. چندین مجموعه هم نشر نموده است. مؤلف قصه و رمان‌های جاسوس، درخش الماس، آه، تمره، پاره قند، بانوای باران، سنگ‌های سر راه و غیره می باشد. یک چند اثرها را در هم مؤلفی با برادرش نیز ایجاد نموده است. 5 جلد اثرهای منتخب را روی چوب آوردم. این یک تحفه فرض کردیم با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری ترکستان. از همین 10 جلد ما در همین دوام 2 سال خیلی 5 جلد اون را روی چوب آوردیم و بعضی این اکنون اینها بر وقت که نوشته بودند بعضی این در اینها 8 تا قصه یک حکایه خب در همین 5 جلد انا 5 رمان در همین 5 جلد روی چوب آمده است. این چنین تقریض ها و با صحبت های بنده در جلد دیم و پیش از این بنده بود انا اولین کتابی که من روی چوب آوردم این درخش الماس بود که نشر دیوچی سال 2000 روی چوب آورد و من اولین مرتبه وقتی که سخن قلم به دست گرفتم این 18 می سال 1999 بود. من قصه را با نام جاسوس نوشتم که آن را سال 2001 2002 در 34 شماره گازیته آزادی با انکشاف چاپ کردن و سپس همون قصه را در کتاب اولین بنده درخش الماس با نام جاسوس خب جای گرفته است. میگوید کتاب یک رکن مهم تمدن بشری و جزء جداناپذیر زندگی انسان است. از اینجاست که مردم عالم با عرض احترام به گنجینه معنوی نیاگان کتاب‌ها را در خزانه‌های ملی خویش نگهداری می‌کنند تا اینکه نسل‌های امروزه و آینده از آنها برای رشد و کمالات معنوی خود استفاده برند. در خانه به جمع‌آوری کتاب‌ها نیز مشغول است و نقشه دارد که کتابخانه شخصی خود را تأسیس دهد و نسل نورس را با غذای معنوی تامین نماید. من بسیار می‌خواستم که کتابخانه داشته باشم، از اقلا امکانیت داشته باشم، کتابخانه داشته باشم که همین کتاب‌های من را استفاده برند و این کتاب اگر که همین خیلی در همین یک ریاض ماندگی باشد که چی گرفتنش رو میدوند. اگر همین برای این یک خانه کلان میشود. اگر که این 3000 من وقتی که اینها رو فراوردم اول در همون بالای بام بودن اینها در همون چی میگن یاشیک‌هاش میگن یا همون چی میگن از بالای بام اینها رو فراوردم. یک 3 روز با فکرم که اینها رو من جابجا کردم، تازه کردم، جابجا کردم، موندم. با چند سال شد در همین جای خیلی که منم گاه رفته و یک نگاه میکنم یگان کتابی از همون قسمتی بیرونیش هست همونش امکانیتی گرفتنش هست همونش میگیرم و باقی موندهش سالهاست که من دست نرسوندم.
آسیابانی نیز یکی از زنانه‌های قدیمی ما بود که زمان قریب از بین رفته بود و کم اندر کم به این کار مشغول می‌شدند. همکنون با گذشت ایام امروز در برخی از منطقه‌ها همان آسیاب‌های باباگی همون که توسط آب کار می‌کردند و مردم دهه را بارد گندم خوش‌صفت تامین می‌نمودند به مشاهده می‌رسد. زمان خردی ما بسیار می‌آمدیم همراه پدرمون. همینجا می‌دیدیم چقدر سنگ می‌فروری می‌چیدیم. در یک شبانه روز تا 13 لینچه آرد میکنیم. گندم حساب قاقیش اگر گندم قاق باشد در 1.5 ساعت یک لینچه را میزنم. اگر ترتر باشه که نان داشته باشه همراهش تا 2.5-3 ساعت میکشه. گندم تر باشد سنگ هم سس میگرد هم میچسبد دیگه کار نمیکشید. همونجا یک آهنی برابر که خرگ نون دارد همون میشکنم. چرخ آسیابی سیدالله آدینایف که پدر بزرگش ساخته بود سالهاست گردان است. آسیاب مذکور در مرکز جماعت صغیردشت جایگیر است. سیدالله جوان همه روزه به اینجا میآید و گندم مردم منطقه را آرد می کند. حتی در موسم تیر ماه که کار بسیار است در اینجا شب را روز می نماید. این آسیاب اگر که در پیشش نباشه میتونه یک برگ یگان چیز در همونجا رس کند ای گشت بمونه میشکنه همه را همین سنگ شکستنش ممکنه خبر میگیریم در پیش ایستادن خوب ایران. پدرم زیاده از 30 سال شد کار کرده سبب یگان بار ای گردی همین آرد شکویر نکرده من هم شکویر ندارم. یگان بار ضرر نداریم کسل هم نشده. در بالای سنگ آسیاب دول جایگیر شده است که آن قطی مانند بوده قسم بالایی آن کلان است و به سمت پایان خورده شده می رود. آردی حاصل شده از بین سنگ ها به خنبه یا آخور پاش خورده می ریزد و آنجا آرد را با بیلچه به خلطه ها می بردارد. برای همه بسیارتر آدم های همه کسلی قند برای ارارش کردن آرد سفید نوی یکم استفاده میکنن. زندگی ما حساب همین آسیاب باشه. هیچ چیزی نداره خیلی بعضی وقتا ویرون میشه نه که سازش میکنیم باز شکل میگرده. یک ماه در یک بار همین سنگ میفوریم اینجا میچینیم باز جاش در میمونه. زندگی ما شکل حساب همین آسیاب بایازی. در یک آنجا کار نمیکنیم همین آسیاب نگاه میکنیم. در یک ماه اگر که هیچی نشود 4-5 قبچه در اومد است. او آسیابانی را کسب مشکل نمیداند. در این پیشه به اقرار او ناظر زیرک و زور باید بود، چرا که به بوی کمی بی‌توجهی شیره گندم میسوزد و در خورد مزاج نخواهد بود. ما اساساً به نمود آرد میکنیم که با واسطه همین پست بلند کردن جا و برای خرید کردن گاو مال و گندم برای خدمت استفاده میبریم و از یک لینچه از 50 کیلوگرم 2 کیلوگرم هم خدمت میگیریم. حقی خدمت میشود که مثال از 10 قبچه گندم سفیدک میگن بسیار گندم سیرای از که مثال آردش کنیم و 11 قبچه برای همی کار شدنش ممکنه گندم سفیدک. واقعا در خانه هر یک باشنده جماعت صغیردشت نان گندمی فراوان است. معلوم شد که اکثر مردم که به غله‌کاری مشغولند از نوع آرد یکم کم استفاده میبرند. در ناحیه درواز به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جهت بنیاد انشاءات گوناگون تامینات اجتماعی و اقتصادی، تعمیر و ترمیم راه‌ها، تأسیس انفراستراکچور سیاحی و بلند برداشتن سطح خدمترسانی صاحبکاران و شخصان سخاوتمند جلب گردیدند. هر یک مهمان و سیاحی که به ناحیه میآید با مهمان نوازی خاص مردم کوهستانی درواز استقبال گرفته می شود.
میکنم.